تا حالا شده شرط بندی‌های ورزشی مخصوصا فوتبال رو داشته باشی و به خاطر چند تا اشتباه کوچیک باختی. شرط بندی‌های ورزشی با اینکه سود خیلی خوبی دارن ولی یه سری نکات ریسک توش وجود داره که اگه اینا رو یاد بگیری بردهای خیلی بزرگی رو تجربه می‌کنی. اگه دوست داشتید برای آموزش‌های بیشتر کانالمون رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو هم لایک کنید. اولین قدم انتخاب یه سایت مطمئن و معتبره که ضریب‌های بالایی رو برای کاربرش در نظر بگیره و یه سری بونus‌های مختلف داشته باشه. توی سایت بتلن اگه از طریق درگاه و ووچر پرفکت مانی بخوای حسابتو شارژ کنی بهت 100% بونس میده و اگه بخوای با تتر شارژ کنی تازه 20% شارژ اضافه تر میگیری. مورد دوم تحقیق و بررسی درباره شرایط تیم هاست. من به کسایی که میخوان توی فوتبال شرط بندی کنن بهشون پیشنهاد میکنم لیگ فانتزی رو انتخاب کنن. چرا؟ چون میتونن از کسایی که مثلا کارت قرمز گرفتن، مصدومن یا با مربی مشکل دارن اطلاعات داشته باشن. پس توی همه ورزش‌ها باید شرایط تیمی رو کامل بررسی کنی و ببینی که اصلا این تیم شانس برد داره یا نه. یکی از اصلی ترین مواردی که باید بهش توجه کنی بحث آمار قبل از بازیه. تو باید 5 تا بازی قبلی تیم رو بررسی کنی و ببینی شرایطش چجوری بوده. این کار باعث میشه که درصد شرط بندی روی این تیم بالا بره. مورد بعدی شرط بندی زنده یا شرط بندی قبل از بازیه. خیلی فکر میکنن که شرط بندی زنده سود خیلی بیشتری داره ولی آمار یه چیز دیگه میگه. آمار میگه که شرط بندی قبل از بازی شانس بردش 17% بیشتره. ولی اگه بحث هیجان باشه شرط بندی زنده هیجانش خیلی بالاتره. مورد بعدی شرط بندی با ضرایب بالاست. توی شرط بندی ورزشی همیشه باید یادتون باشه که ریسک کنین. روی گزینه‌ها یا بازی‌هایی شرط بندی کنین که احتمال برد بیشتری دارن. مثلا توی بازی استقلال و پرسپولیس نباید روی برنده شرط بندی کنیم. توی این موقعیت باید روی تعداد کرنر و کارت‌های قرمز و زرد شرط بندی کنید و با توجه به سبک بازی استقلال گزینه خیلی خوبیه. توی شرط بندی مخصوصا شرط بندی ورزشی اصلا نباید احساسات و تعصبات تیمی داشته باشین. مثلا یکی که خیلی سال طرفدار پرسپولیسه نمیاد روی باخت این تیم شرط بندی کنه. پس این تعصبات باعث میشه که خیلی درصد بردت بیاد پایین. اگه میخوای شرط بندی ورزشی رو توی سایت بتلن تجربه کنی کافیه که آدرس betlan.site رو سرچ کنی و با فیلتر شکن وارد بشی. تجربه خودت از شرط بندی ورزشی برامون کامنت کن.